اگر میزان غیر امیرالمؤمنین بود یک جایی ممکنه انسان احساس کنه امیرالمؤمنین از میزان فاصله گرفته. این که در کلمات نورانی معصومین هست علیون صراط المستقیم، نفس صراط ولایت اوست، صراطی که صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم صراط انبیا و صدیقین و شهداء، اولئک در همه افعال و اقوالشون. چه در اون روزی که امیرالمؤمنین صلوات چه در اون لحظه ای که امیرالمؤمنین ارواح العالمین له الفدا دستور میدهد قرآن سر نیزه رو بزنید، هرگز مالک اشتر در صدق امیرالمؤمنین تردید نمیکنه. و چه اون موقعی که امیرالمؤمنین اون پایان تلخ صفین رو میپذیره و به مالک اشتر دستور میدهد بعد از ماهها جنگ و کشتار از یک قدمی خیمه معاویه برگرد، لحظه ای در صدق امیرالمؤمنین تردید نمیکنه، چون میزان برای او امیرالمؤمنین شاغول وجودش ولی الله، فعل امیرالمؤمنین رو با هیچ چیز جز خود امیرالمؤمنین نمیسنجه، بلکه و اونی که بسیار سخته هستی اونها در همه احوال، همراهی اونها در همه احوال. در زیارت جامعه کبیره تعبیری است و معکم. این تکرار رو بزرگان معنا میکنن، شاید معناش این باشه، این دو تا معنی. اگر ظهور امام زمان علیه السلام رو هم درک نکنید ثواب شهید در رکاب حضرت رو دارید، و اگر درک کردید و کشتید دشمنان، کشته شدید در رکاب حضرت، ثواب 2 شهید دارید، و اگر دشمنان ما رو در رکاب حضرت کشتید ثواب 20 شهید. همراهی در روز فتح خیلی کار سختی، بله خیلی حاضرن پای رکاب امام زمان کشته بشن ارواح العالمین له الفدا، ولی حاضر نیستن بکشن در راه. این کار اون انسانی است، این شأن اون کسی است، کسی میتونه این کار رو انجام بده و این قدم رو برداره، و همینطوری که در راه امام زمان حاضر کشته بشه حاضر بکشه که روز بلا رو اونها درک کرده باشه. اگر درک کرده باشه حاضر میشه. و لذا در روایت داره وقتی اعتراض ها سنگین میشه به وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا، تو روایات فراوانی هم هست، حضرت بعضی از جلوه های عاشورا رو نشون میدن، همه متقاعد میشه. این اون چیزی است که انسان رو به همراهی در روز فتح میکشونه. حالا اگر کسی این ستنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایتک، این که این الحاق به دست حضرت واقع میشه یک ماجرای بسیار پیچیده و عمیقی است، و لذا ایشون لیلة القدر همه عالم، اون نور عبادتی که بر ظلمات سقیفه غلبه کرده، نور عبادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و الا ظلمات. و لیلة القدر مؤمنین من عرفها، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط عرف، که عین ولایت نبی اکرم عین ولایت الله است. ولایتنا ولایت الله التي لم یبعث نبیا قط الا، جز با او نیست. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و جعل صلاتنا علیکم. این نوری که تنزل پیدا کرد این عامل تطهیر همه است. وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت عصمت و طهارت که مشکات این نور، قلب نبی اکرم و وجود مقدس صدیقه طاهره صلوات الله و سلامه علیها است. همه طهارت ها با الحاق به این نور. لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایتک. خب مصدق شدن است همه اساتید و سروران و استاد بزرگواران استاد یا فاطمه الزهرا یا بنت یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا
وصلنا بك إلى الله وقدمناك بين